ICMP مسیج یا اینترنت کنترل مسیج پروتکل. شما با پروتکل ICMP آشنا هستین. در واقع از ICMP تقریبا از لحظه اولی که با شبکه‌های کامپیوتری کار کردین عملا روبرو شدین. همین که پینگ میفرستین یا از دستور پینگ استفاده میکنین، در واقع دارین از دستور یا از پروتکل ICMP استفاده میکنین. ما در واقع میخوایم در این بخش مختصری در رابطه با ICMP صحبت کنیم. ICMP یک اپلیکیشن یا یوتیلیتی داخلی پروتکل در واقع یا مجموعه پروتکل TCP/IP یا حالا منطبق بر مدل OSI. یعنی چی؟ فرض کنیم شما یک اتومبیل خریداری میکنید. این اتومبیل یک سری ابزار داخلی بهتون میده به صورت پیش‌فرض. مثلا کلیدهایی در اختیارتون رو در داخل اتومبیل که اجازه میده یک سری فانکشن ها رو کنترل کنید. ولی یک سری از موضوعات دیگر رو اگه بخوایم مثلا در اتومبیل داشته باشیم، باید بریم به عنوان آپشن جانبی خریداری کنیم و بعد رو اتومبیل نصب کنید. ICMP جزو اون آپشن های در مدل TCP/IP که به صورت پیش‌فرض نصبه. یعنی خود طراحان OSI و TCP/IP این اپلیکیشن رو در داخل این مدل قرار دادن. یعنی وقتی کسی رو کامپیوترش TCP/IP نصب میکنه، ICMP هم همزمان نصبه. ولی مثلا پروتکل تلنت ممکنه همزمان وصل یا به صورت از ابتدا نصب نباشه. پس یک اپلیکیشن داخلی، طبیعتا این اپلیکیشن برای افراد متخصصه. یعنی در واقع این اپلیکیشن ICMP اگرچه واقعا بعضی از پیغام‌هاش اینقدر پیغام‌های ساده‌ای هستن که افراد غیر متخصص میتونن ازش استفاده کنن، ولی در واقع برای افراد متخصص یا نگهدارندگان شبکه طراحی شده، نه برای کاربران عادی شبکه. ببینید ICMP یک اپلیکیشن لایه 3 محسوب میشه. البته در بعضی موارد لایه 3 و لایه 4، ولی عموما لایه 3 محسوب میشه. یعنی اینکه بسته‌های ICMP طبق شکلی هم که می‌بینین سوار بر پروتکل IP میشن و در واقع هدر لایه 2 میخورن و ارسال میشن. فانکشن هایی که این پروتکل داره فانکشن های متنوعیه. بعضی از فانکشن ها جنبه کوئری یا استعلامگیری داره یا به عبارتی برای منیجمنت ترابل شوتینگ استفاده میشه. بعضی از فانکشن های ICMP جنبه پیغام های ارور دارن. مثلا اینکه شما از یوتیلیتی پینگ استفاده میکنین، در واقع دارین یکی از انواع بسته‌های ICMP رو استفاده میکنید. یا وقتی مثلا فرض کنید که پیغام destination host unreachable میگیرید، این پیغام ICMP است که برای شما ارسال شده. ما یه مقداری میخوایم در مورد این موضوعات صحبت کنیم. به شکل وسط نگاه کنید. یک بسته ICMP رو نشون میده که اومده یک در واقع دیتای ICMP سوار شده بر هدر IP که نشون میده این یک پروتکل اوور بر لایه 3 محسوب میشه. بسته های ICMP فرمت کلیش به این فرمتیه که در سمت راست میبینید. هر بسته ICMP 8 بیت ICMP تایپ داره که نشون دهنده اینه که این بسته چه بسته ایه، که من در مورد این چند تا مثال میزنم. و بعد 8 بیت ICMP کد داره که در داخل یک تایپ معنا پیدا میکنه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال تایپی داریم که میگه destination unreachable. در کد مشخص میشه که چه نوعی از destination unreachable، مثلا destination host unreachable، destination protocol unreachable، destination network unreachable یا انواع دیگه. 16 بیت چکسام در واقع قرار داده شده که برای بحث نویز فری بودن استفاده میشه. و بعد کانتنت ICMP که بر اساس اینکه چه نوع بسته‌ای از ICMP داریم عملاً کانتنت پر میشه. من میخوام در واقع اولین کاری که بکنم اینه که بیام چند مدل از تایپ ها و کد های ICMP رو براتون معرفی کنم و عملکردش رو بهتون نشون بدم. تا اینجا چیزی که در رابطه با ICMP یاد گرفتیم اینه که یک اپلیکیشن داخلی TCP/IP ماست که در واقع در مدل در لایه 3 کار میکنه و بسته‌های ICMP شامل فیلدهای اصلی تایپ، کد، چکسام و کانتنت هستند. اول بیاین با انواع تایپ ها و کد ها آشنا بشیم و بعضی هاشون رو در واقع در یک مثال با هم تجربه کنیم. ICMP کد های در واقع متنوعی داره در کنار تایپ های متنوعی. ببینید
در فیلد کد و تایپ یک عدد نوشته میشه. هر دو هم 8 بیتی هن دیگه، یعنی میتونه عدد اول یعنی فیلد تایپ از 0 تا 255 باشه و فیلد کد هم میتونه از 0 تا 255 باشه. من بعضی از عناوین معروفش رو میخوام در واقع اینجا بهش اشاره کنم. یکی از معروف ترین در واقع تایپ ها که ما همیشه هم ازش استفاده کردیم تایپ 0. تایپ 0 اکو ریپلایه. تایپ 8 هم اکو ریکوسته. در واقع ما دو تا تایپ معروف داریم، تایپ 0 و تایپ 8. من بخشی از تایپ ها رو اینجا آوردم. تایپ 8 اکو اسمش هست اکو ریکوست. تایپ 0 هست اکو مثلا ریپلای. درسته؟ وقتی که شما تایپ میکنید مثلا روی یک دیوایسی مثل یه پی سی تایپ میکنید پینگ کن یک آی پی رو مثلا 192.168.2.10 رو، در واقع شما دارید میخواین یک آی سی ام پی تایپ 8 یعنی چی؟ یعنی اکو ریکوست ارسال بشه و وقتی بسته مقصد میرسه اکو ریکوستی که دریافت شده با یک اکو ریپلای یعنی آی سی ام پی تایپ 0 در واقع پاسخ داده میشه که اینا عمومی ترین هاشون هستن. ببینید بعضی از تایپ ها هستن که کد دارن، یعنی انواعی دارن. تایپ 8 و تایپ 0 کد خاصی ندارن، کدشون همون کد 0 یعنی یک کدن به عبارتی. یه مثال ساده با هم ببینیم. من میام اینجا این لینک رو کپچر میکنم، ببینید، و بعد میام از پی سی یک یه پینگ ساده در واقع ارسال میکنم به سمت یا یک آی سی ام پی اکو ساده ارسال میکنم به سمت پی سی 2. فقط هم بسته آی سی ام پی رو میخوام مانیتور کنم. قبلا روتینگ اینجا کانفیگ شده. از پی سی یک میگم پینگ کن 2.10 رو. خب آی سی ام پی اکو ریکوست رفت، اکو ریپلای اومد. البته خب این 5 تا اکو ریکوست میره، 5 تا اکو ریپلای برمیگرده. ببینید بسته ها رو آی سی ام پی اوور بر آی پی. خب تایپش چنده؟ این پاسخه. اول اکو ریکوست رو ببینیم. این تایپش 8 کدش 0. اینم که چک سامه. این سه تا فیلد اصلی، بقیه هم کانتنت خاصی، دیتای خاصی نداره، بیشتر در واقع همین بحث چک کانکتیویتیه. بعد چه پاسخی برمیگرده؟ پاسخی که برمیگرده عبارت هست از تایپ 0 کد 0 چک سام. و این یعنی چی؟ یعنی ما تونستیم در واقع یک بسته آی سی ام پی تایپ 0 ارسال کنیم و تایپ 8 ارسال کنیم و تایپ 0 دریافت کنیم که بیشتر پیغام های اکو ریکوست و اکو ریپلای برای کوئری استفاده میشه، اینا جنبه ارور ندارن. این یکی از در واقع تایپ هاییه که میتونیم بگیم همیشه ما ازش استفاده میکنیم. یکی دیگه از تایپ هایی که خیلی در آی سی ام پی مورد استفاده قرار میگیره تایپ 3 هست. تایپ 3 یعنی destination unreachable که البته انواعی داره. مثلا تایپ 3 کد 0 یعنی نتورک ریچیبل نیست. تایپ 3 کد 1 یعنی هاست ریچیبل نیست. تایپ 3 کد 2 یعنی پروتکل ریچیبل نیست و الی آخر. یا مثلا تایپ 3 کد 3 یعنی پورت آن ریچیبل. انواع اقسام در واقع بسته های آی سی ام پی تایپ 3 رو داریم میبینیم که این نشون دهنده اینه که کد ابزاریه برای اینکه ما بتونیم در واقع تفکیک کنیم که چرا اون تایپ اتفاق افتاده، مثلا چرا دستینیشن آن ریچیبل. بیاید یه مثال با هم ببینیم. مثلا من میام یک آی پی رو پینگ میکنم که در شبکه‌مون وجود نداره. میام از در واقع فرض کنیم کامپیوتر یک این کار رو انجام میدم. فقط باید این لینک رو کپچر کنم، استارت کپچر. ببینید این کپچر ماست ICMP. بعد در کنارش میام و میگم پین کن یا آی پی که وجود نداره، مثلا پین کن 410 رو. پین کن 410 رو. ببین چه اتفاقی میفته. دستینیشن آن ریچیبل گرفتیم، تایپ 3 کد 1. این ICMP اکو ریکوست ما بود که تایپ 8. اکو ریپلای خب طبیعتا چون این شبکه وجود نداره نمیاد، به جاش چی میاد؟ روتر یک ما به ما یه پیغام برمیگردونه، میگه
تایپ 3 دستینیشن آن ریچیبل، کد 1 یعنی هاست آن ریچیبل، یعنی در واقع هاست ریچیبل نیست. یا مثلا وقتی که شما تریس میکنید، اگه با مکانیزم تریس آشنا باشید، تریس میکنم مثلا کامپیوتر 210 رو، این تریس که ارسال میشه یک سری پیغام های در واقع ICMP ارسال میشه که در واقع میتونیم بگیم که برای دیسکاوری مسیر استفاده میشه. اگه بخوایم یه یادآوری بکنیم از مکانیزم تریس، اینجوری بود که PC یک میومد یه بسته ای رو ارسال میکرد، حالا بر اساس اینکه چه اپلیکیشن دیگه، چه OSی دارین استفاده میکنین، یا UDP یا ICMP فرقی نمیکنه، سیسکو UDP ارسال میکنه ولی ویندوز مثلا ICMP ارسال میکنه. اتفاقی که میفته اینه که ما اینجا TTL رو 1 میذاریم برای اینکه دیوایس اول رو دیسکاور کنیم. دیوایس اول به ما یک پاسخ میده. این پاسخ رو ببینید من میام در واقع در کپچرم، دیوایس اول من البته اینجا فقط الان بسته ICMP رو سلکت کردم، اگه بیام در واقع اینو بردارم یا بذارم باشه اصلا کاری باید نداریم. بسته اولی که اومده چیه؟ time to leave exceeded که تایپ 11 کد 0 که در واقع یکی از تایپ هاست که برای چی استفاده شده؟ برای اینکه نشون بده که TTL اکسپایر شده، یعنی تایپ 11 کد 0. و وقتی که در واقع این بسته ارسال میشه به سمت، فرض کنیم مقصد، یعنی دوباره بسته اول TTL 1، بسته دوم TTL 2 برای اینکه دیوایس دوم رو کشف کنیم. بازم این اتفاق ادامه پیدا میکنه. TTL 2 این بسته میاد از روتر روت میشه TTL 1 و ارسال میشه. این دفعه روتر 2 به ما پیغام تایم اکسیدد برمیگردونه که همون تایپ 11 باشه. در واقع اینجا از طرف روتر 2 به ما تایپ 11 کد 0 برمیگرده که ما دیوایس 2 رو هم دیسکاور میکنیم. اگه لازم این موضوع رو خوب درک کنیم باید مکانیزم تریس روت رو بیشتر روش کار کنید. و در ادامه برای کشف مقصد TTL یکی دیگه اضافه میشه TTL چند؟ 3. TTL 3 که میشه در واقع این بسته میاد به سمت مقصد میشه TTL 2 و در ادامه هم به کامپیوتر مقصد میرسه، میشه TTL 1. کامپیوتر مقصد بسته رو که میبینه چون این به یه پورت نامشخص ارسال شده، چون فقط هدفش دیسکاوری بوده، یه پیغام ICMP باید برگردونه. این پیغام ICMP دستینیشن پورت آن ریچیبل که میشه تایپ 3 کد 3. میخواستم از تایپ 3 یک کد دیگرم بهتون نشون بدم، پورت آن ریچیبل، چون مکانیزم تریسوت اینطوریه که میاد و یک بسته رو ارسال میکنه به مقصد یک پورتی که واقعا اپلیکیشن روش فعال نیست. مکانیزم تریسوت رو اگه بررسی کنید کاملا این موضوع روشن میشه. تایپ 3 کد 3. بیشتر هدفم این بود که منتقل کنم که انواع دستینیشن آن ریچیبل ها رو میتونیم ما در واقع تجربه کنیم. پس از طریق تایپ ما میتونیم عملکرد ICMP رو مشخص کنیم و از طریق در واقع کد میتونیم اون نوع تایپ رو تشریح کنیم. این بخشی از جدول تایپ ها و کد هاست. این هم مثلا ادامه همون جدوله. ببینید تایپ 8 اکو در واقع اکو ریکوست، تایپ 11 تایم اکسیدد که البته دو تا کد داره، دو نوع تایم اکسیدد داریم و انواع تایپ های دیگه. بسیار خوب. پس ما با فعلا تا اینجا با اینکه ICMP وظیفش چیه که وظیفش هم بحث کوئری فرستادن و هم بحث ارور هاست آشنا شدیم. با جایگاه ICMP در مدل TCP/IP آشنا شدیم و با هدر ICMP هم آشناییم. من حالا میخوام یکی دیگه از در واقع تایپ های معروف ICMP به غیر از اکو ریکوست و ریپلای و در واقع دستینیشن آن ریچیبل رو براتون توضیح بدم. تایپی که میخوایم در رابطه باش صحبت کنیم تایپ 5 ICMP که بهش میگن ریدایرکت. ریدایرکت یعنی دوباره هدایت کردن. ببینید موضوع از این قراره که من الان برای اینکه بتونم این تایپ رو بهتون نشون بدم یک
در واقع شبکه‌ای دارم، شبکه‌ای متشکل از روتر 1 و 2 و 3. کاری که انجام دادم اینه که اومدم بین روتر 1 و روتر 2 به روش استاتیک EIGRP همسایگی تشکیل دادم. در واقع الان من یک همسایگی دارم بین روتر 1 و 2 به این صورت. ببینید روتر 1 و روتر 2 همسایگی دارن و روتر 2 و روتر 3 هم همسایگی دارن، یعنی این در واقع روتر 1 و 3 نیبرشیپ ندارن. حالا چه اتفاقی میفته؟ روتر 3 به اتکای این همسایگی که داره میاد و شبکه 192.168 مثلا 310 رو یا 30 رو به روتر 2 یاد میده. پس روتر 2 این شبکه رو یاد میگیره 192.168.30/24 رو و طبیعتا اینو به کی یاد میده؟ به روتر در واقع 1. ولی روتر 1 این رکورد از کی یاد گرفته؟ از روتر 2. بنابراین فکر میکنه که برای رفتن به سمت شبکه 192.168.3 از کجا باید استفاده کنه؟ از روتر 2، در حالی که مستقیم میتونست به روتر 3 تحویل بده. ولی چون روتر 3 به روتر 1 یاد نداده، روتر 1 این موضوع رو نمیدونه. ببینید الان من اومدم روی روتر 1 میگم show IP route EIGRP. برای شبکه 2.0 و 3.0 هر دو از کجا داره اقدام میکنه؟ از روتر 2. درسته؟ بنابراین اگه ترافیکی بیاد به مقصد شبکه 192.168 مثلا 3، این تحویل 2 روتر 2 میشه. میتونیم ببینیم الان از PC1 من تریس میکنم به عنوان مثال 192.168.310 رو. ببینید اول اومد روتر 1، بعد روتر 2، بعد روتر 3. یعنی ترافیک از اینجا اومد اینجا، اومد بالا، اومد پایین و اومد مقصد، در حالی که مستقیم میتونست بره. این در واقع موضوعیه که میتونه پیش بیاد. البته این مسئله‌ایه که من تعمدن اینو ساختم، ولی در بعضی مباحث مثلا DMVPN شما در واقع بناچار با این موضوع روبرو میشین که در اون بحث حالا جزئیاتش بیان میشه. کمکی که در واقع ICMP در اینجا ما میکنه اینه. ICMP پیغامی داره به نام ریدایرکت تایپ 5. کاری که میکنه اینه که R1 وقتی که بسته ای رو دریافت میکنه یا R2 وقتی که بسته ای رو دریافت میکنه که متوجه میشه نکست هاپ رو خودش میتونه به دسترسی داشته باشه، پیغام ریدایرکت برمیگردونه. یعنی چی؟ ببین فرض کن از روتر 1 پیغامی بیاد 192.168.23 که میشه آی پی روتر 1 به مقصد کجا؟ به مقصد 192.168.310. این بسته رو همونطور که میدونین روتر 1 ارسال میکنه به سمت روتر در واقع اول 2. البته روتر 2 این بسته رو دریافت میکنه و نگاه میکنه به دستینیشنش. دستینیشنش کجاست؟ 192.168.3. 192.168.3 رو از کجا میتونه دسترسی داشته باشه؟ از 192.168.123. یه دفعه متوجه میشه که سورس آی پی بسته خودش مستقیما به این چی داره؟ دسترسی داره. یعنی اون نکست هاپی که در واقع بسته باشه فوروارد بشه، خود سورس آی پی بهش دسترسی داره، نیازی نیست بیاد ترافیک طرف روتر 2 و بعد برگرده بره پایین. بنابراین علیرغم اینکه این بسته رو فوروارد میکنه، ولی به مبدأ در واقع یه پیغام برمیگردونه. این پیغام یک پیغام ICMP تایپ 5 و بهش یادآوری میکنه که شما خودت میتونی از طریق نکست هاپ 192.168.23 در واقع مقصد برسی. نیازی به ارسال ترافیک به سمت من در واقع نیست. این منجر به این میشه که روتر 1 از اون به بعد بسته ها رو به سمت پایین مستقیما فوروارد میکنه، اگرچه در جدول مسیریابیش همچنان نوشته شده نکست هاپ 192.168.2. البته بعضی از پلتفرم‌ها ممکنه این دیوایس مبدأ واکنش مثبت به این نشون نده، یعنی قبول نکنه، ولی به هر حال پیغام ICMP ریدایرکت میتونه چنین کمکی بکنه. اینجا رو من کپچر کردم. ببینید میام از روتر 1 میام بسته ای میفرستم به مثلا میگم پینگ کن 192.168.310 رو، فقط ریپیت رو 1 میذارم یا ریپیت رو 2 میذارم، 2 تا بسته در واقع. ببینید این کجا رو داره کپچر میکنه؟ اینجا رو کپچر میکنه. من میتونم یه کپچر دیگه داشته باشم، این بالا رو کپچر کنم. بیاین ببندیم، اینجا رو کپچر کنیم به این صورت. ببینید پینگی که میفرستم رو بررسی کنیم. پینگ به 310. وقتی ما میگیم پینگ 310 از سورس 123.1 میاد.
خب ببینیم چه اتفاقی میفته. پینک شد، ولی اتفاقی که افتاد اینه. از بالا بررسی کنیم. بسته از سر 23.1 اومد به 3.10 یک پیغام ICMP ریدایرکت اومد. ICMP ریدایرکت یعنی اینکه خودت مستقیما به مقصد میرسونی. تایپ 5 کد 0، البته کدهای دیگه ای هم داره. و بعد بهش میگه که از کدوم نکستاپ یا گیتوی استفاده کنه. گفته گیتوی چند؟ سر 23.3. و بعد بسته رو فوروارد کنه. در واقع این بسته‌ای که رفته برمیگرده تا از همینجا بیاد. خب این دوبار این بسته رو ما داریم میبینیم. و بعد در ادامه اتفاقی که باید بیفته اینه که دیگه از دفعه بعد بسته بالا نیاد، در حالی که الان اومده نشون میده که راوتر بهش واکنش مثبت نشون نداده. که این بحث دیگه است. ولی چیزی که مهمه اینه که ICMP ریدایرکت میتونه کمک کنه به راوتر یک یا به مبدا به عبارتی تا بسته رو به صورت صحیح فوروارد کنه. این موضوعیه که یا ابزاریه که در خیلی جاها ما ازش میتونیم استفاده مثبتی داشته باشیم. موضوع پیغام‌های ICMP و کدهای ICMP که از موضوعات جذاب و واقعا توانا کننده برای یک ادمنستریتور محسوب میشه. هر کسی تمام کدها رو نمیشناسه، هر کسی جزئیات در واقع عملکرد این کدها و تایپ ها رو نمیدونه. واقعا پیشنهاد میکنم وقت مناسبی بذاریم برای اینکه تمام این تایپ ها و کدها رو در واقع جزئیاتشو بدونین. متمایز میکنه شما رو نسبت به افراد دیگه. من اینجا فقط میخواستم در واقع توضیح بدم که ICMP فرمتش به چه صورتیه، ICMP تایپ یعنی چی، ICMP کد یعنی چی، چون در طول کلاس هم خیلی ازش استفاده شده. میخوام در واقع این جزئیات رو بدونیم. بسیار خوب، پس بحث ICMP رو در لولی که میخواستم منتقل کردم، ولی بحثش به نظر من باز میمونه برای مطالعات آزاد شما. در هیچ کلاس و کورسی بیش از این دیگه بررسی نمیشه. یعنی مثلا در CCIE نمیان انواع پیغام های ICMP رو مطرح کنن. این دیگه موضوعیه که بر اساس علاقمندی و پیگیری خودتون اتفاق میفته. باید وقت بذارید و بتونید در واقع از فانکشناش استفاده کنید. ولی اینو بهتون بگم، اطمینان بهتون میدم، انواع پیغام های ICMP رو اگر مسلط باشین میتونید استفاده های ازش بکنین که اصلا استفاده های عمومی در دنیای نتورک نیست. یعنی هر کسی مطلع نیست، بنابراین شما رو متمایز میکنه.